بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای افضلی هستم، سید محمود، یکی از کشاورزان دشت نمدون. کشاورز نمونه. خب حالا میشه بفرمایید که امسال چه کشتی انجام دادید که نمونه شده؟ نمونه همین شلغم کشتم و لبو. شلغم و لبو. حالا میشه نمونه محصولتون رو به ما نشون بدید؟ بهترین شلغم یکی از مزارع. به به، یک دستی اینور بیا تو نور من ببینم. فکر میکنم هست 5 کیلو. بله بله. بعد لبوتون کو؟ لبو اینا به. لبو یا شلغم. این لبوه. اینا ژنتیکی برعکس شده فکر کنم. من می‌خواستم اون بزرگ کنم، این بزرگ شده. اشتباهی. خدا وکیلی اومدیم اینجا. توی مزرعه. این نگاه هر کدوم از شلغم‌ها هر 4 5 کیلو. بعد لبو هر چی کشیدیم همش انگار مو کاشته. نگاه انگار مو کاشته. این برعکس، این شده برعکس. باور کنید همینجوری مثلا نگاه کردم من پیدا کنید اونا رو انتخاب کردم. الان مثلا بیا مثلا اینا. نه اینا نکن. این شلغمش چیه؟ بعد مثلا یه لبو بغل دستش اینجوری همینی. این لبوه. این لبوش اینجوری شده، شلغمش اینجوری. خب این آقای چه کار کردید اینقدر موفق بودید؟ من از بچه کشاورزی اینا اومدن اینجا گفتن این کارا بکنید. ها به همین خاطر موفق شدید.